آیت الله جوادی آملی و برتری دادن اولیا بر انبیا. درس گفتیم، سخنرانی کردیم، کتاب نوشتیم، تازه میشیم وارث انبیا و مرسلین. اما در دلهای مردم با حرکتمون اثر کردیم، این میشیم وارث اولیا که امیدواریم خدای سبحان همه شما را انشاءالله هم وارث انبیا و مرسلین بکند، هم وارث اولیا علیهم السلام بکند. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد و نیز مؤمنان همگی به الله و فرشتگانش و به کتابها و پیامبرانش ایمان داشته میگویند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمیگذاریم و به همه ایمان داریم. فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا ما خواهان آمرزشت هستیم و بازگشت به سوی توست.